به نام خدا. این جلسه قصد داریم در مورد گزینه پریویو در ایویوز صحبت کنیم. این گزینه به شما این اجازه رو میده که خصوصیات متغیرتون رو، تیبل متغیر مورد نظرتون رو و همچنین نمودار اون رو همزمان مشاهده بکنید. همچنین شما میتونید با استفاده از گزینه هایی که در قسمت بالای نمودار متغیر وجود داره از نمودارتون لگاریتم بگیرید یا رشد متغیر مورد نظرتون رو محاسبه بکنید. اروکی هایی که در پایین صفحه وجود داره به شما اجازه میده که در مورد متغیرهای دیگه که در صفحه شما وجود داره بتونید همه خصوصیات رو مشاهده بکنید. اگر بخواد روی یک متغیر ثابت باقی بمونید میتونید از گزینه لاک استفاده کنید. در این صورت اروکی های شما از کار میفته و شما روی متغیر مورد نظر ثابت باقی میمونید. کار دیگه ای که میتونید انجام بدید این هستش که اگر از گزینه فایل دیتابیس رو انتخاب بکنید و نامی رو برای دیتابیس مورد نظرتون انتخاب بکنید، میتونید تعدادی از متغیرها رو به دیتابیستون انتقال بدید. در این صورت اگر صفحه جدیدی رو در ایویوز خودتون در ورد فایلتون باز بکنید، این امکان برای شما فراهم میشه که دیتای مورد نظرتون رو اکسپورت بکنید به صفحه جدیدی که در ورد فایلتون دارید. که در واقع این امکان جدیدی هستش که در ایویوز 9 فراهم شده. امیدوارم که این آموزش هم مفید بوده باشه. خدا نگهدار.